زمانی که مسافر کشی میکنم دقیقاً کنار دنده گذاشته بودم. مسافر که سوار میشد چماقو میدید دیگه، نه سوال اضافه میپرسید چون میدونسته یه هشدار بصریه. قبلا یخو برام میآوردن ولی انقدر اذیتم کردن. هر روز برای بردن و گذاشتن اینا بعد این پله ها هم بالا پایین رفت. گل میشن از مرحله پریشان. سلام رفیق، حالت چطوره؟ امروز میخوام ببرمت سر کار. میخوام بهت نشون بدم که یک زن مستقل دیماهی از صبح تا شب چه کارهایی میکنه و چه شکلی روزیشو در میاره. این ولاگ تقدیم به تمام زنهایی که یا تنها یا دوشادوش مردانشون برای زندگیشون تلاش میکنن. لایک و سابسکرایب یادتون نره. بزن بریم. سلام. صبحت بخیر، خوبی؟ قربون شما. خب به یک روز از زندگی سودابه خیلی خوش اومدی. امروز با هم دیگه میخوایم بریم به دل بازار بزرگ و شما ببینید یک زن با دست خالی و تنهایی و با کلی موانع، با کمی امکانات، با یک میز 120 سانتی متری چه معجزه و چه قوقایی میخواد بکنه. یک زن کارآفرین که 7 خانوم رو به کار گرفته. ما آشپزخونه صنعتی نداریم، توی آشپزخونه های خونه هاشون دارن این کار رو انجام میدن. اجرت و حق و زحمه این خانوم ها رو باید در پایان روز بهشون بدم. به من نور بدید، انرژی بدین که لقمه های بیشتری رو بفروشم و در پایان روز اون خانوم ها هم شاد بشن. بزن بریم. روشن میشه؟ بعدی امتحان کنم. اول آب و روغن رو چک بکنم. باریکلا، اینا رو هم بلدی؟ تو تعمیرگاه کار کردم، توی بخش سیستم ترمز ABS. آفرین. من فقط بلدم در کاپوتو باز کنم. اونا خودش خوبه. نه چون یه مقدار ماشینم مشکل پیدا کرده بود، واشر زده. الان اگه نگاه کنی، الان مثلا من نگاه کنم فکر کنی میفهمم. نسکافه‌ای میشه. خب آبش خوشبختانه انقدر کم نشده. روغنش هم یه نگاه بندازم. این گژ روغنه. گژ رو میزنی چون قبلا ماشین کار کرده، روغن پاشیده بالا مشخص نمیکنه. اینجا چند تا علامت هست، نگاه میکنی ببینی که اگه ببین روغن تا اینجا باشه یعنی که فوله، خوبه، کم نکرده. اما اگه پایین تر باشه باید حتما روغنشو برین اضافه کنین یا عوض کنین. بابا ای والله، دمت گرم. اون زمانی که من جک سوسماری میزدم و لنت عوض میکردم میباید باز جک سوسماری؟ وقتی میخوای چرخو باز کنی باید جک بزنی دیگه. مگه چرخ و خانوما باز میکنن؟ ببین من بنزین نمیزنم. واقعا راست میگم، من این همه ساله که مثلا ماشین سوار میشم اصلا پمپ بنزین میرم پیاده نمیشم. میگم خب شما بزنید یه وقت پولشو میدم. خب الان اوکیه؟ طبقه چندمی؟ سوم. هر روز اینا رو از طبقه سوم؟ آره از طبقه سوم میارم تا پایین. بالعکسش هم هست آخه. اوه همه اینا رو بعد از ظهر هم از طبقه برگردن میبری تا طبقه سوم. دقیقاً. لوازمی هم که باید شستشو بشه هم همینه دیگه، باید حتما برگردونده بشه، دونه دونه شسته بشن. یه مقدار لوازم سنگینم داخل پاساژ، اونم باز یه بارکشی دیگه است. آسانسور ندارین؟ نه خونه قدیمیه. خوب شد که ماشین داری حداقل. این ماشین یه روزگاری هدیه تولد من بود. شوهرم قبل از اینکه بمیره اینو از صفری دست خودم بوده. هیچ وقت فکر نمی‌کردم که بشه منبع درآمدم. من با این ماشین مسافر کشی هم زیاد. مدلش چنده؟ 83. شوهرت کی فوت کرد؟ 89. چند تا بچه داری؟ 2 تا. چند ساله؟ کوچیکم. بچه که پدرش میمیره
من اینو به همه میگم، انگار تو همون سنی که پدر مرده متوقف میشه. خب الهی به امید تو. نشستیم تو ماشین، میگه آب رفته کجا؟ سنسور دور موتور، چون یه مقدار گیری باکس هم روغن ریزی داشت. میگم اینا رو کجا میدونیم؟ بردم موتور توی آب رفته داخل سنسورش و دود سیاه داره میده. حالا باید یه خورده کار کنه ببینم حتی ریتم حرکت موتورش هم با تپ 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 اینجوری شده. بهش میگم اینا رو تعمیرکار بهت گفته؟ میگه نه اینا رو خودم فهمیدم. خیلی ماشاءالله. حالا الان که دیگه نمیرسم، ولی قبلا که بیشتر با ماشین حرکت میکردم خیلی جاها بود مثلا ماشین کسی مونده بود تو جاده وای میسادم کمک میکنم. حالا اگه پژو بود بهتر بود، چون من بود پژو خیلی بیشتر احاطه دارم. پس ما برم یه پژو بخرم به امید تو. الان کتلت ها رو خودشون اسنپ میگیرن یا وسایل رو میفرستن؟ یه مقدارشو شب برام فرستاد ببین ماشین ریت میزنه. آره. آره. دیشب یه مقدار فرستادم ولی بین صبح و ظهرم احتمالاً بعد برام بار بیادش دوباره. وقتی آدم از بالا میافته پایین بتونه خودشو جمع بکنه خیلی کار آسونی نیست. راست میگی. بابام خدا بیامرز میگفتش که اگر یاد بگیری با روزی 100 تومن زندگی کنی، با روزی 1000 تومن هم راحت میتونی زندگی کنی. اما اگر با روزی 1000 تومن زندگی کرده باشی، با روزی 100 تومن زندگی خیلی سخت میشه. خیلی سخت میشه واقعا. من بچه‌ام پرستار داشتن، کلا سبک زندگیم جور دیگه بود و من دیگه فقط به امرار معاش میرسم، بیشتر از این دیگه نمیشه. و همیشه دلم میخواست داستان زندگیم یک جوری به تصویر کشیده بشه و ببینن خانوم‌ها بدونن که با همه سختی ها میشه نون شرافتمند داره، در آباد به شرطی که تسلیم نشه. اجازه بده ما رد شیم. اصلا راه نمیدن. نه متاسفانه. یعنی حتی وقتی اینکه راهنما چرا- میزنی. خب میخوای بپیچی اونورا؟ آره. کجا داری منو میبری؟ دارم میرم سبزی بگیرم چون دیروز ماشین خراب بود نرسیدم. الان میخوام برم تهیه کنم. آها سبزی رو دادی به این خورد کنه برا؟ آره. آماده شو؟ دست درد نکنه. مرسی. زیاد شده کمش نکنم؟ اشکال نداره. نه من کارتو بکشم. چقدر شد؟ 140. اوه چیکار کردی؟ گرون شده سبزی؟ آره. نونت هم هر روز صبح هم اینجا آره. تازه میگیری نه؟ یه بخشی از نون اینجا گرفته میشه. هر لحظه که احساس کنم داره کم میاد توی خود بازارم کسی هست که بهش زنگ میزنم برام نون رو میاره. تو عدالت جانه. سلام. صبح بخیر. خوبی؟ سلام صبح بخیر. 100 تا. مرسی. روز خوبی داشته باشی. این الان نمی‌دونم 100 شک تاست؟ دارم. آره شک دارم. بازم ور ندارم. کارتخوان قبلیت کار میکنه؟ برم طول میکشه ها. نرمه؟ فکر کنم بعد تو عدالت جان بخرم. آره به نظرم. خب بذار بخریم دیگه همینجا. بگیرم یه 50 تا دیگه. یه 50 تا دیگه بهم میدی؟ مرسی. روز خوبی داشته باشی. خیلی هم میان توی بازار حالا یا مسافرن یا هر چیزی، مثلا نون لواش، من نون با هم هستم نون لواش بهشون باور کنید اصلا کاری من با عدد شناسنامه ندارم. من شاید هزاران سالمه، چون به ازای هر یک روزی که یه خانم عادی داره زندگی میکنه من یک روز برای من 20 روز 30 روز بوده. زندگی واقعا در لحظه است، یعنی یک آن تو نمیدونی چی میخواد پیش بیاد. رفته بود به مادر شهرستان سر بزنه، به من زنگ زد گفت من فردا دارم میام. ما یه خونگی داشتیم شانتی، حمومش کن، موهاشو شونه کن، خشکش کن، خیلی هم دوستش داشت. قرمه سبزی درست کن دارم من میام فردا که دیگه همه چی آماده باشه. فردای اون روز ساعت تقریبا 7:30 8 صبح بود، تلفن زنگ خورد و
خبر به من دادن که البته به این راحتی هم نگفتن. اول دنبال شناسنامه کارت ملیش بودن که من تعجب کردم خب کارت ملیش برای چی، شناسنامه برای چی. یهو دیدم با گریه و شیون گفتن که آره مامان اینطوری شد و زندگی به یک باره عوض شد. دیگه شروع کردم به کار کردن. هر کاری میگم انجام دادم که زندگی بچرخه. هیچ وقت فکر نمی‌کرد خودش زودتر از مادرش بمیره و بعد از این اتفاق همه چیز به هم خورد. همه آدما میگن که برید سفر همو بشناسید، من میگم بذارید عزیزتون بمیره اون موقع همدیگه رو بشناسید. مسائل مالی. هویجو برای چی میخواد؟ چون کسی نیست کمکم خرید بکنه، وقتی میام اینجا یه سری خریدای روزانه من همینجا انجام میدم دیگه. نه این یه خورده پلاستیک. اینا رو برای فردا میگیری؟ آره. یه بخشی هم واسه امروز که کم میارم. این بهتره. دست خوشگاه که؟ یعنی هر روز این همه بار رو برای فردا باید بخری؟ آره. اینم گوجه ببخشید. آی خدای من. مرسی. این موز رو برای چی خریدی؟ چرخی ها که کمکم میکنن، چون من باورم واقعا سنگینه و من همیشه این عذاب وجدان همراه هم، مبادا بابت کار من بهشون فشاری وارد بشه. کاری با بقیه ندارم، سهم خودم رو میگم. برای اینکه از این عذاب وجدان مقداری نجات پیدا بکنم، هم گهگداری میوه براشون میگیرم و گهگداری هم داروی تقویتی. آفرین. پول میدی موزم بهش. خب یه جور دلخوشیه، میدونی ما هنوزم همون کودکایی هستیم که قد و هیکلمون بزرگ شده و این چیزا ذوق میکنیم. نمیدونم شاید من اینطوری بهش فکر نه منم همینجوریم. گل نیشان از مرحله پریشان، گل نیشان از محل پریشان، هرچی کش ما غریبی ناشکن معدو پیمان. 80 تومنه. 80 تومن. نه 80 بشماری. اینجا کجاست؟ سیروس؟ اینجا چهار سرچشمه است. آها سرچشمه. بیشتر خوردش کنن بهتر نیست که نوشابه ها بتونه باز دوباره وقتی یه ذره آب میشه به هم دیگه میچسبه. دست در نکنه. ممنون. مرسی آقا، دستتون در نکنه. این داریم میریم به سمت چهارراه سیروس. آها ما از پشت میریم، از گلوبندک نمیریم، درسته؟ آره. از چهارراه سیروس. حالا مسیر من از چهارراه سیروسه. اینجا چه جا پارک پیدا میکنی؟ یه خورده سخته. این میخواد بره یا میخواد پارک کنه؟ این آقاست؟ یحیی آره. یحیی پارک کنم اینجا؟ جونم ماشین داره میره. آره بذار من پیاده شم. 100 تومن جریمه، اشکال نداره. میبینی؟ ای وای حمل جر ثقیل ها. نه نمیبرن با جر ثقیل. زیرش که من پارک نمیکنم با فاصله. موزی تو بگیر. موز عطار هم بذاریم. بریم مقر فرماندهی. تقریبا از ساعت 9:30 دیگه اینجا استارت کار زده میشه. میگم با توجه به همه اون گزینه‌هایی که ممکنه وقت رو از من بگیره تا نمازه طولانی تر بکنه، ولی به طور متوسط 9:30 اینجا و تا زمانی که غذا داشته باشم دیگه. آقا ممنون. وایسته. مرسی. آقا پیاده میشه.
روز خیلی خوبی داشته باشی. دست در نکنه. الان ساعت 10 صبح. بعد برم اونا رو خودم بیارم. مرسی قربون ده. آخه خیر از اون باز دوباره برام غذا میاد. بعد از اون آره دوباره دارم آره. از کجا میاد غذاهات؟ ببین بسته بند الان با اسنپ اومده دیگه. آها. یکیشون از فردیس میاد. خب بعد طعماشون فرق نمیکنه؟ چرا دیگه دست پخته با هم فرق میکنه. آها. قطعا همینطور شما یه خودش خیلی من درست کنم اون درست کنه یکی درست کنه ولی همشون سعی بر اینه که ادویه‌ای که بهشون خودم گفتم میریزم یه طعم خوب داشته باشه. الان کجا داری منو میبری؟ میرم تو این پاساژ بغلیه لوازمم اونجاست اونا رو بردارم بیارم. لوازمت چیاست؟ که مثل میز و چتر و او ببخشید، اینجا هم من از پله باید بیاری؟ دقیقاً. یولی. خب امروز که من هستم بهش کمک میکنم. مرسی. خیلی سخته ها. فکر کن این همه بار رو ببری بیاری. این خیابون 15 خرداده. ما هم از طرف چهارراه سیروس اومدیم. سوار ماشینای برقی که بشید بانک ملت رو که دیدید زیر بانک ملت بانوده اینجا نشسته. آدم یک بار میره پیکنیک این کارا رو میکنه برگشتن به خونه آدم دیگه نا نداره. ولی هر روز باید انجام بشه این کار. فکر کنم محکم شد یه طرفش. یه بار دیگه هم باید ببندم. تو اصلا روی تمام وسایلت بانوده‌ای نوشته شده دقیقاً. و هیچ کس تو رو با هیچ کس اشتباه نمیگیره. ابدا. حتی رو کیسه ساندویچم، حالا کیسه ساندویچم تموم شده بود سفارش دادم هنوز آماده نشده متاسفانه وگرنه تا پیش از این مشتریام دیگه همه خودشون در جریانن. کیسه هم به اسم بانوده‌ایه. کاش یه روز مغازه بگیری. قطعا اگه بخواد بشه اونم میشه. همه اتفاقات زندگی دست ما نیست. البته زندگی هر روز پر از سورپرایزه. من به این ایمان دارم. هر روز پر از معجزه است. پر از چیزای قشنگه. مهم اینه که بتونی ببینی. اصلا الان آماده نیست رفتن بیارن آقا. ببین الان با هم نیست کوکو سبزی. بعدی خورده صبر کنی. این جوجه منه میدونی؟ یعنی چی جوجوی منه؟ این آها. اینو هیچ کی نمیبینه. این من میبینم و بهش آب میدم هر وقت که میام. تفلکی یه جایی در اومده که هیچ کی بهش نمیتونه برسه. حواسم بشه. کارتته؟ آره پشت چسب داره؟ آره چسب داره. یعنی میزنی رو ساندویچا؟ سفارش هایی که دارن رو بسته هاشون اینو میچسبونم. مثلا مشتری میگه من خیرات دارم، مثلا میگه من مجلس مثلا برای مجالسشون، بعد بستگی داره. یکی که خیرات داره میگه همونجا آماده کن ساندویچا بده به اونا که نیاز دارم. یکی نه حجمش بالاتره من دیگه تو خونه باید آماده کنم ببرم برای پخش. یکی دیگه میگه که مثلا خود کتلت و کوکو رو بسته بندی برای من بفرست. باز اونم شکلش فرق. بعد همه این سفارشاتت از خودمم طریق تلفنته یا از طریق اینستا؟ دایرکت. رسید زمینی رو داره باز مقاوم تره. الان اینقدر توش یخه که توش نوشابه نمیتونی بذاری. میشه توش ریخت یا نه اصلا آره، جا پس- نداره. آره یه خورده از اینا رو خالی کنید. مرسی. آره بریم اینو خالی کنیم تو نوشابه ها که یه خورده یخش آب شه و خنک بمونه، خنک تر بشه، زودتر خنک شه. سودای در اینو باز کن.
زده است. دقیقاً باید منجمد بشه. ما اینجا که یخچال نداریم، چند ساعت هم که غذا باید بیرون بمونه. پس عقلانی ترین و بهترین شکل اینه که یخزده بیاد اینجا، بعد دونه دونه توی مایتابه یخش باز بشه. سالم هم میمونه. چندین ساعت هم بروتت همراهش هست تا پایان کار. یعنی تمام اینایی که الان برات آوردن همه یخزده است. بعد میذارین تو. دقیقاً. و یکی از مشکلات کارمون هم همینه که فریزرامون جا نداره. واقعا الان تو یه یخچال هم لازم داری، چه می‌دونم یه گاز. یه فریزر لازم دارم. بابا تو یه مغازه لازم داری. این ابتکار خودم بود، گفتم همه منجمد بشن. آره چون بقیه منجمد نمیارن. دیدم بهترین کار با اینکه یخچال ندارم اینه که این شکلی، ولی خب الان واقعا مشکل فریزرم دارم. اینم بهتون بگم من داخل فریزر خونه خودم خب 4 تا کشو بیشتر نیست، یه دونم یخچاله که یه جا یخی داره. عملا واسه خونه خودم هیچی نمیتونم داشته باشم. هر کاری یه سری مشکلات خودشو داره دیگه، هیچ کاری بدون مشکل نیست. مشکل، چالش. خب بریم برای اولین چراغی که امروز میخواد روشن شه. چراغ اول رو شما روشن کن. من دستم خیلی خوبه. همتون دستتون خوبه. همه شما که خرید میکنین واقعا دستتون خوبه. مرسی. انشالله. خب بانو داخل جان این ظرف‌ها یه دونه قاشق میذارم که یه خورده جریان هوا هم توش بپیچه، دم نکنه خراب نشه. جان بفرمایید. این اولین دشتته درسته؟ این اولین، آره اولیشه. امیدوارم که از خوردنش هم لذت ببریم. بفرمایید. خواهش میکنم. ایشالله تا بعد از ظهر همه رو بفروشی. مرسی عزیزم، ممنون از آرزوی قشنگت. کمش کنم نسوزه. چطور مزهش؟ عالیه مزهش، خوبه عالیه. دستتون در نکن قربونت. شما چی داری می‌کنی؟ کتلت. ممنون مرسی. شما هم نظرتون همینه خوشمزه است؟ آره خوشمزه. دستت در نکنه. خواهش میکنم. نوش جان. روز خیلی خوبی داشته باشین آقا. جدا؟ 120. همینجا پیش پارکه؟ 120. برای همین دوباره برگشت ها؟ نوش جان. با این همه کاری که این دختر داره باز من قهوه مهمون کرد. ببین سودابه ما اینجوری است. مرسی از محبتت. قهوه است حال میده. حالا بین کار تا خلوت ترین یا ذره یه ذره با این بیسکویت بخوریم خوشمزه میشه. هر روز برای خودت اینجوری تغذیه رایگان هم میاری؟ اگه وقت کنم یه وقت اصلا وقت میکنم ولی خب شیر رو خیلی دوست دارم. شیر و قهوه رو که دم میکنم دوست دارم. ببینم سودابه جان. غذا زیادم شده بیاری؟ آره. چقدر؟ بچه کارش میکنی؟ چون که فریز میارم خوشبختانه مشکلی پیش نمیاد. میبری فردا میاری؟ دقیقاً. زمانی که احساس بکنم که مثلا دیگه داره یه مقدار طول میکشه برای فروشش، مغازه‌دار اینجا هست کمک میکنه، یخچال دارن. میذارم اونجا، موقع رفتم توی چیزی میپیچونم که محفوظ بمونه و دیگه از روی نره یخزدگی. کم هم میاری؟ اوه زیاد. این آره این یکی آره. کم بیاری تموم چه زود بریم. آره کم هم میارم گهگداری. با کوکو سبزی شروع کردم. کوکو سبزی هم میگم به نسبت خب راحت تره بسبب کتلت و چیز. همین اینم نتونستم ادامه بدم، یعنی به قدری نفسگیر بود از که خودت درست کنی؟ اصلا وحشتناک. دیدم واقعا نمیشه. بعد یهو یاد اون خانمایی افتادم که قبلا با هم دیگه کار پوشاکو انجام میدادیم. نوش جان. آره زدم. حتما. 120. کوکو سبزی فرمودی؟ سیب زمینی. شروع کردم به صحبت و رایزنی و به نتیجه برسیم و دیگه شروع شد. استارتو زدیم. چون واقعا تنهایی نمیشه. اصلا نمیشه. هر اومدن و رفته من اینجا روزانه به طور متوسط 1 تا 1.5 تومن فقط هزینه اومدن و رفتن من میشه. الان مثلا چرخی که الان همون یه دونه اومد، الان 2 بار دیگه بیاد و بره، اون در واقع از من 600 تومن امروز گرفته. این یکی 200 هم میشه 800 تومن فقط مال چرخی.
حالا اگه سفارش نوشابه بدم باز اونم یه هزینه دیگه است، اونم یه رفت و برگشت داره، اونم باز پول میخواد. روی کیسه هات هم اسمت هست درسته؟ آره و پیجم. فقط امروز کیسه های ساندویچت نرسیده. متاسفانه. روز خیلی خوبی داشته باشی. روغنش همه رفته این ور. الان میچرخونمه آره که بچرخ. چرخ بهش بدم. الان اون یخه ها. سبزی میخواستین گفتی؟ این داغه خوبه. ببین بذار باز میشه. خواهش میکنم. الان دستکش دستم عوضش بکنم، خوش کنم. یه نفس بکشم. خسته نباشی. مرسی. سبزی هم داریم. سفیدم داریم. این چیزی ها میشه؟ همون بود. همونه؟ ظرفش فرق میکنه، محتویات یکیه. خواهش میکنم. نوشابه بعد یه چیزتون یونانیتون داشت. ما 4 تا بودی؟ الان توی مرحله ای از کاره که نه گوجه دیگه داره، نونش داره تموم میشه و ولی همه میان درخواست میکنن و وای میستن و یه سری از دوستانم که این بغل میبینید نشستن تا مثلا آماده بشه. بهشون نمیدیم که 10 دقیقه دیگه ولی نمیرن چی؟ میشینن. 25. چی شد سودا به تموم شده گوجه؟ بعد گوجه درست کنم آره. میخوای کمکت کنم؟ نه اصلا الان خوردش میکنم. آنگاه که مواد کم میآوریم. آره گوجه ولی واقعا کم آوردم. ساعت 2:35 است و از ساعت 10 که اومدیم اینجا هنوز ننشسته. یه مقدار کمک کنیم به خانوده. مرسی خواهش میکنم. متشکرم. یه ببین دستکشم دستم کردم نه که خواهش بهت کمک میکنم مرسی. کنم. بذارم بازم اینجا؟ نه فعلا بسته شه. حالا بعد اینا رو جابجا کنم که خب اینو یه دونه واسه من گرم کنم. من میخوام آها امتحانش کنم. باشه. اینم مال شما. من کتلته رو خوردم ولی سلام روز بخیر. خوبی آقای حسینی؟ کوکو قهوه یا سبزی رو کتلت؟ نخوردم. خب نوبتی هم باشه نوبت تست کردن خودمه. خب این دعا بود با دستمال گرفتم. من تا الان کوکو سبزی رو نخورده بودم. درست شد؟ این چرا پولتو باختشه. اینجا تا میکنی؟ پول قهر میکنه ازت. مزه سبزی صاف خصوصش تازگیه. کن. بهش احترام بذار ازت قهر نکنه. اصلا مزه به هر حال یخ ازش زدگی و زندگیمون میکنه از دیگه. یخ در اومدن نمیده. خب یه فوت کوزه‌گری. کوکو سبزی رو برای اینکه یه مقداری پفکی طور بشه و خوش عطر و طعم‌تر بشه قبل از اینکه بخوایم سرخش بکنی حتما خوبه یه جوش هم توی آب بخوری. هرگز ماکارونی رو اگه میخوای خوش طعم بشه موقعی که داری میجوشونی توش نمک نریز. گفت زمانی که آب کشش کردی با نمک باشه. ربو هیچ وقت توی مرغ نریزین چون مرغتون خراب میشه. پس کجا بریزیم؟ بعدم بعد سس درست کنی آها، بریزی روش. بریزین روش. وگرنه میگفت هیچ وقت مرغتون رو با رب نپزین. رب آبگوشت رو درست میکنه خوبش میکنه ولی داخل مرغ افتضاح. چند تا نکته کلیدی فود کوزه‌گری بهتون دادم اونم از کسی که سالها این کار رو انجام داده به من رسید.
سبزیش خیلی خوشمزه بود، بوی سبزی تازه میداد. بعد اینکه یمه دارم، غذای همیشه خوشمزه است و تو فامیل تکه. این سبزی کوکو سبزی منو یاد غذای عمم انداخت. خیلی هم چسبید. مرسی، قربونت برم. از صبح تا الان که من و شما با هم دیگه بودیم و نوع کار رو دیدیم، فشرده بودنشو و بفرمایید زحمتی که داره. آیا فکر میکنی این کار رو بخواد کسی انجام بده به تنهایی میتونه بره تو خونه بعدش بشینه یک عالمه کوکتلت سرخ بکنه؟ اصلا شدنیه؟ این همه انرژی از آدم میگیره، این همه تایم و وقت از آدم میگیره. حالا بریم پول آشپزا رو بهشون بدیم. اولین بار توی این استا دیده بودم، خیلی تبلیغشون رو با بلاگرای متفاوت دیده بودم، ولی اولین بار بود تست می‌کردم. خیلی خوشمزه بود، می‌ارزید که رفتم تا اونجا و برگشتم. بله خیلی ممنونم، خسته نباشید. نوشه جان، مرسی از خریدت. خسته نباشی خانم. قربون شما، مرسی. ببینیم این دونه آخر رو کی میخره که پسر بزاد. آره واقعا واسه این دونه آخر باید کیشیک بکشم ببینم کی میخره. به نظرم که یه مرد سیبیلو بیان. فکر نکنم یه خانم پسرزا بیان. سلام. این خانم میخواد شما یه دونه ساندویچ. یه دونه ساندویچ مونده. داشتیم میگفتیم هر کس که بیاد پسر میزاد، چون آخریه دیگه. شما که خانومی پسر میزاد. ما اصلا وایسادیم اینجا که نفر آخر رو بگیریم. یه دونه درست کنیم دوتی‌ترش کنیم. باشه. اصلا یه دونه میشه درست کرد چون فقط یه دونه است. دیگه نداریم. آره نصفش هم میکنم دیگه. 2 قلو میزان، 2 قلو پسر. خدمت شما. نوش جونتون، آخرین دونه ساندویچ امروز. خب اینا رو من جمع کردم و آشغالا رو من بردم ریختم تو. حالا قسمت جذابش، کار تموم شد، ساعت 4 بعد از ظهر و حالا باید همه اینا رو دوباره جمع کنیم و بریم خونه. همون بندی که صبح بستیم دوباره باید حالا بازش میکنیم. ما این سبزی هم بعد دیگه بریزم تا بره، این دیگه نبرم تا خونه. سبزی اضافه میاد میریزی دور؟ دیگه قابل استفاده نیست دیگه. این چون که خورد شدن سریع فاسد میشه. حالا که تموم شد امروز یه سوال ازت دارم. خاله معصومه هم همین نزدیکی ها میشینه، تا الان شده تو رو با خاله معصومه اشتباه بگیرن؟ آره زیاد پیش میاد. تموم شده بله. و تو چی میگی؟ میگم نه من خاله نیستم، من خانومم، بانوده. و اینو اشاره میکنم که ببینن بانوده. ببینید راست میگی، همه جا نوشتی بانوده. دقیقاً همه جا نوشتم بانوده. اصلا فرم غذات هم با اون فرق میکنه. اینا همه اینجا اومدن که زحمت بکشن و کمک کنن به بانوده. خب امروز به پایان رسید. سودا به جونم بانوده، خسته نباشید. شما هم همینطور از صبح تا به من علاق شدی واقعا عزیزم. مدارا کردی، صبوری کردی. چرا میذاری اینجا؟ میذارم دوباره فردا که میام برای اون جوجه سریع بهش آب بدم. آها این جوجه همینی که صبح بهتون نشون دادم، این یه تیکه علفه که اینجا در اومده، این جوجوه بانوده‌ایه. آشغالا رو هم برمی‌داره. تجربه امروز من میگه که خیلی کار سخت، خسته کننده
و پر استرس که هر لحظه این گشتای شهرداری نیان، چه میدونم آیا اینا فروش برن، غذا نسوزه، چیزی کم نیاد که نداشته باشه. خیلی خیلی کارت سخته، واقعا خسته نباشید. دوستم خیلی بهت افتخار میکنم. تحمل کردی کنار من. شما هم خسته شدی، به هر حال چندین ساعت پیاپی بودن در کنار کسی و این شکلی واقعا خسته کننده است. دلم عزیز دلم، بیا 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 مادر عزیز، اونجوری نرو، اینجوری بیا، اینجوری بیا، بذار ببینم در چه وضعیتی، سیگمش ببینم پول گازو خورده، بذار ببینم. جانم چقدر نازه، چقدر خوشحاله. پسر نونوزم، پسر کوچولو، پسر با محبت، میخورم تو رو، من میخورم تو رو، من میخورم کدوم. الهی دورت بگردم که تو خستگی من در میاری موقع رفتم. بیا برم من دیگه، من برم ماشین من گاڑی میاد. خدافظ خدافظ تا فردا. دورت بدادم تو سک. روز تو اوج خستگیم، حتی خیلی کوچولوتر بود، دیدمش اینجا دیگه، از اون موقع تا با هم رفیق شدیم. هر روز ما به خاطر این مسیر برگشت رو پیاده میای. آره که ببینیش. خستگیمو در میاره. چه خر تو خریه. آره این چهارا سیروسه اینجا؟ آره چرا سیروسه. همچنین که ماشین پارک کرد. بره ماشین اون بره. هم گوجایی که صبح خرید برای فردا. جون داری هنوز کار کنی؟ نه ولی اگه این نکنم کی هست کمکم کنه؟ باید همه انجام بشن دیگه. تازه الان برسم بعد برم تمام این ظرفا رو هم بشورم آماده کنم برای فردا. دست در نکنه. مرسی عطا جان، خیلی لطف کردی. تا فردا انشالله. خدا نگهدارت. خب دوباره آره ما برگشتیم همون جایی که صبح اینا رو بار زده بودیم. حالا یکی یکی باید خالی شه. صندوق عقب هم بزن من خالی کنم. آره دست در نکنه. مرسی. همین یه دونه که نه، دو سه تا بذار روش. نه آخه دستت میتونی؟ آره. ببخشید. مرسی ممنونم. خواهش می‌کنم. خیلی لطف کردی عزیزم. این حرفا چیه؟ خب این یک روز کامل زندگی بانودی. ممنونم که تا اینجای ولاگ ما رو نگاه کردید. ممنون از اینکه حمایت میکنین، لایک و سابسکرایب میکنید این ویدیو رو، و مرسی که از اینکه این ویدیو رو به دیگران هم معرفی میکنین تا اونا هم ببینن. و مثل همیشه ما درجه یکیم. تا ولاگ آینده خدا نگهدار. عالی بودی. Yes!